ما یه دولتی داریم که آماده معالجه نیست، آماده مردن هم نیست. کارزار یک جنگ مغلوبه هستن این روایت‌های مسلط. سوراخ روایت رو کجا می‌بینید؟ گیرش کجاست؟ این روایت‌هایی که ساخته میشه مربوط به قلمرو قدرت حکومتی که میخواد قلمرو خودش حفظ بکنه. مسئله حقیقت نیست، مسئله قلمروه. اون عاملیت هایی که ما به عنوان کنشگر مرزی میشناسیمشون در ترمینولوژی شما راه به جایی نبردن. هی شما گفتید وایسید وسط و میونداری کنید، به دیوار خوردیم آقای دکتر. شما واقعیت‌های بسیار زمخت و آزاردهنده اجتماعی رو دارید برملا میکنید. کنشگران مرزی آخرین طایفه شکست خوردگان این به اصطلاح عملیات ایرانی هستند. یاد حرف آقای بازرگان میافتم یه موقع خطاب به محمد رضا پهلوی گفت ما آخرین کسانی هستیم که این گونه با شما سخن خواهیم گفت. به نظر من ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی و منطقه‌ای ما و نظام جهانی اجازه نمیده در اینجا ما تغییر دولتمون رو خودمون کنترل بکنیم. این نگاه، من نگران اینم که یک وضعیت بیعملی و یک یأس در جامعه رو رقم بزنه که آقا همینی که میگه آخوندا رو انگلیس‌ها آوردن. نگاه اینه دیگه، انگلیسی‌ها دعوا شد بین انگلیس و آمریکا، با شاه یه خود کباده قدرت و کباده تمدن داشت میکشید، الان هم منتظریم یکی دیگر رو بیارن. بله. خب این نگاه که ما یعنی وضعیت ژئوپلیتیک آخوندا با پول ما آخوند شدن، اصلا پول کجا روزه خوندن برامون و گریه کردیم براشون. وقتی ما نه منم وضعیت ژئوپلیتیک و مداخله خارجی رو برجسته میکنیم، جامعه میگه من که کاری از دستم بر نمیاد، وایسم نگاه کنم ببینم چی میشه. ببینید باید برگردیم به این که کانت میگه که قدرت کی اخلاقی میشه؟ قدرت وقتی که دربارش حرف نمیشه زد غیر اخلاقی است. ما این مفهوم اصلاح رادیکال، اصلاح ساختاری به تعبیر شما از درون، نیاز به همون عقلانیت سیاسی داره که ما سالها داریم براش تلاش میکنیم. کارگزارانی که در قالب اصلاح طلبان دارن عمل میکنن به نوعی همدستان وضع موجودن. اینها کارشون اصلاحات ساختاری. بله، اینا کارشون فروکاستن مطالبات مردم بوده. واقعا چه وجدان نگونبختی داریم ما و چه درد بزرگی است و چه پرسش مهیبی است که این نسل‌ها درباره ما چه داوری خواهند کرد. تنها راه تاب‌آوریه و کنشگری. کنش‌های از نوع گذار بیشتر موضوعیت پیدا میکنه. با سلام و درود به شما بینندگان عزیز و محترم پانوراما، در برنامه دیگری از مجموعه گفتگوهای ایران داغدار در خدمتتون هستیم. من صبحان یحیایی هستم و اینجا پانوراماست. در این گفتگو در خدمت آقای دکتر مقصود فراستخواه، جامعه شناس خواهیم بود. آقای دکتر فراستخواه جامعه شناس شناخته شده‌ای هستند که در حوزه‌های مختلفی تحقیقات و پژوهش‌های جدی داشتند. تألیفات ایشون در حوزه آموزش‌عالی، در حوزه نهادهای میانه یا تألیفات معروف‌تر ایشون در حوزه با مفهوم کنشگری مرزی، شاید از تألیفات و سخنرانی‌ها و گفته‌های ایشون شنیده باشید، خوانده باشید و آشنا باشید. امروز این افتخار رو داریم که در خدمت آقای دکتر فراستخواه باشیم. آقای دکتر سلام می‌گیم شما. سلام. متشکرم از حضورتون. این برنامه رو، یعنی این بخش از برنامه‌هایی که ما در پانوراما داریم پیش می‌بریم، آقای دکتر اسمش رو گذاشتیم ایران داغدار. و در این داغ عمومی که جامعه تجربهش کرد، حس می‌کنیم که ما چه کار می‌تونیم انجام بدیم. هر کدام از اندیشمندان صاحب نظران رو خواهش کردیم. خیلی ها لطفی داشتند و مانند شما بزرگواری کردند و پذیرفتند این دعوت ما رو که گفتگو بکنیم در این وضعیت، در این تجربه هولناکی که مشخصاً در دی ماه خونین 1404 افتاد، با چی مواجه بودیم، چه بر سرمون اومد. چون واقعاً هنوز نمیدونیم چی بر سرمون اومد، چون این عدم شفافیت و عدم دسترسی ما به داده، چیزی که تاریخیه و همواره ما رو دچار خودش کرده،
در این اعتراضات و کشتاری هم که رقم خورد مبتلا بهش بودیم. و این فقدان داده دقیق، داده معتبر، داده در دسترس، همواره یک بی‌اعتمادی و شک رو در شهروند برمی‌انگیزه که آیا اینهایی که گفته میشه دقیق و درست هست یا خیر. و تو این فضای خلأ روایت متقن، روایت قطعی، روایت‌های مسلطی شکل میگیره که هر کدامشان از زاویه‌ای به این ماجرا نگاه میکنن. روایت مسلطی که توسط حاکمیت داره ترویج میشه و با ابزارهای رسانه‌ای و پروپاگاندایی که در اختیار داره این روایت رو ترویج میکنه، به ویژه در گروه هواداران، و سعی میکنه اونها رو همراه خودش نگه داره. روایتی که رسانه‌هایی که خارج از این مرزها دارن کار میکنن اونها میسازن، خورده روایت‌هایی که داخل داره شکل میگیره، و حالا روایتی که دولت‌های بیگانه از این اتفاق دارن. حالا دست کم اگر بخوایم نه در ارتباط با همه روایت‌هایی که شکل گرفته، روایت‌هایی که هژمون شده، دست کم در گروه‌هایی از جامعه پذیرفته است و روایت‌های تثبیت شده یه حرف بزنیم، شما این وضعیت تعارض یا جنگ روایت‌ها رو چگونه می‌بینید و این روایت‌های بزرگتر یا کلان روایت‌ها رو هر کدومش رو سوراخ روایت رو کجا می‌بینید؟ گیرش کجاست؟ و ما به عنوان شهروندانی که بیرون از این روایت سازی‌ها نشستیم در مواجهه با این روایت‌ها چه می‌توانیم بکنیم؟ این رو اگر موافق باشید به عنوان پرسش نخست خدمتتون باشه. خواهش میکنم. بله، استفاده کردم، صورتبندی دقیقی بود و این داغ در بر دل همه ما هست و واقعا شاید بشود تاریخ ایران رو به قبل از دی 1404 و بعد از دی 1404 به یک جهت صورتبندی کرد و یک شرمساری بزرگی که هممون بار سنگینش رو احساس میکنیم بر دوش خودمون که چگونه این بار رو با خودمون خواهیم کشید، بار این شرمساری بزرگی که اتفاق افتاد. همطور که از اطلاعی فرمودید، مشکل اینجا آقای دکتر، من هم مثل شما فکر میکنم مشکل اینجا اینه که این روایت ها بیش از این که سازوکارهای شناختی باشن، یعنی یک صورتبندی های معرفتی باشن، بیشتر کارزار یک جنگ مغلوبه هستن. این روایت های مسلط، این دامیننت نریشن ها، هر کدام بخشی از سلطه رو در واقع آرتیکولیشن میکنن، صورتبندی میکنن. ببینید، من یک جنگ مغلوبه گفتم. خودتون بهتر میدونید ما وقتی میگیم روایت، نریشن، تفاوتش با معرفت، کاگنیشن، اینه که یک نوع نگاهی گذر از رئالیسم خام، گذر از دوگماتیسم، گذر از پوزیتیویسم است. وقتی شما میگید نه این روایت شماست، دیگه از اون درک سنتی و پارادایم سنتی که شما به من میفرمودید این شناخت شماست، الان میگید این روایت شماست. خب این روایت برای اینه که نشون بدیم که به هر حال آن شناخت مطلق، اون دوگماتیسم معرفتی و اون رئالیسم خام که ما امور رو میشناسیم، از این گذر کردیم و گفتیم هر چیزی که ما میگیم روایت ماست. ما این رو میتونستیم بفهمیم، اما مسئله‌ای که اتفاق افتاده اینجا در این واقعه و این داغ بزرگی که شما در بارش صحبت کردید، مسئله جنگ مغلوبه من تعبیر کردم، برای اینکه میتونم برای بیان درک ناچیز دانش آموزیم به استیوارت الدن رجوع بکنم. الدن در اون زایش قلمرو The Birth of Territory بحث میکنه که چطور قلمرو مهمتر از حقیقت شده. قلمروزایی، قلمرو گشایی، قلمرو قدرت اساساً معرفت میسازه. روایت این به این صورت میشود گفت که این روایت های مسلطه درباره این فاجعه بزرگ، این روایت هایی ساخته میشه مربوط به قلمرو قدرته. یعنی در واقع میتونم بگم که قلمرو مهمتر از حقیقت شده به این معنا که
یه قلمرو گشایی و قلمرو در این سوی داستان هست که شما اشاره فرمودید، حکومتی که میخواد قلمرو خودش حفظ بکنه. مسئله حقیقت نیست، مسئله قلمروه و قلمرو براش مهمتر از حقیقته. قلمرو قدرت، رانتها، اولیگارشها و انحصارات و امتیازات و بقیه چیزها. این سوی داستانه. یک سوی دیگه هم یه قلمرویی که میخواد اینجا رو بگیره، یه قلمرویی که در آن سوی داستان هست، اون هم میخواد که این قلمرو رو فتح بکنه و از آن خودش بکنه و او هم روایت‌های دیگری داره. پس اینجا میبینید که ما جنگ روایت‌هایی که شما اشاره فرمودید یه جنگ مغلوبه هست بر اساس همون درکی که گفتم، قلمرو مهمتر از حقیقته. دیگه ما اینجا مواجه نیستیم با حقیقتی که ببینیم که عیار هر کدوم چقدره، بلکه اینها در واقع روایت‌های مسلطی هستن که شما توضیح فرمودید. منتها من برای اینکه یه مقدار درکم رو خیلی مختصر سریع توضیح بدم، 2 تا مشکل عمده رو میخوام اینجا بیان بکنم. این نکته رو که می‌بخشید اینو فرمایشتون وارد میشم. جنگ مغلوبه که می‌فرمایید، جنگ مغلوبه برای عاملیت‌هایی که تاثیرگذارن توش یا برای همه طرفه؟ هر دو طرف قلمرو قدرت. 2 تا قلمرو، یکی قدرت پوزیشنه، یکی هم اپوزیشنه، میخواد این قلمرو رو فتح بکنه و از آن خودش بکنه. حالا من اگر اجازه بفرمایید سویه سومی هم اضافه میکنم که اون جامعه هست. جامعه هم بازندن. قلمرو زندگیه. قلمرو زندگی قلمرو مستعمراتی در واقع این قدرت مستقره. یه قدرت مستقره که جامعه رو قلمرو مستعمره خودش کرده و جامعه رو در واقع دچار بیفعلی و عاملیت رو از او گرفته و دیگه جامعه ایجنسی نداره، عاملیت یعنی میخواد داشته باشه ولی قدرت اون رو از او گرفته. از جامعه در واقع اختیار زدایی و قدرت زدایی کرده و در این قلمرو قدرتی در مقابلش همونطور که فهمیدید قلمرو قدرت دیگه. من اینجا این 2 تا اکستریم رو، 2 تا روایت مسلط رو در 2 طیف اکستریم میبینم که هر دو از این فاجعه روایت خودشون رو تولید میکنن و با پروپاگانداهای خودشون و با تبلیغات و با رسانه ها و هر دو طرف هم این رسانه ها رو وجود داره. یه رسانه انحصاری در این سوی داستانه و رسانه های دیگری که آن سوی داستان کار میکنن و این جنگ مغلوبه اتفاق میفته. منتها من مسئله رو میخوام یه مقدار مسئله آسان شده یه مقدار مسئله رو دشوار بکنم. کلمات آسان شده و کلمات رو یه مقدار دشوار بکنم. البته من این عرض بکنم که چون میدونم که بحثای زیادی شده نمیخوام دیگه ورود به بحثایی که صورت گرفته بکنم. میخوام شاید از یک منظر دیگری بلکه با شما بتونیم این مسئله ببینید. یک مشکل رو میخوام از لی مکینتایر وام بگیرم که پس حقیقت، پست روز. ببینید ارزش‌های معرفتی از دنیای ما مدام دور میشن، افق‌های معرفت از جهان ما مدام دور میشه و در واقع یک دنیای پسا حقیقت، دنیایی که حقیقت‌ها از منظر اجتماعی دور میشه و در واقع این یک وضعیتی است که مکینتایر تحت عنوان پسا حقیقت مطرح میکنه. از سوی دیگه یک مشکل هم اینه که در واقع روح زمانه خیلی در جستجوی حقیقت دیگه نیست، براش حقیقت مهم نیست، چون حقیقت خیلی دوردست از این زمانه دیگه داره چشمک میزنه و آن پی آواز حقیقت دویدن در روح این زمانه داره به حاشیه میره. و یک سوی دیگر ماجرا اینه که خود بیانگری برای جامعه امروزی مهمتر از خود تأملی شده. ما یه سلف اکسپرشن داریم، هر کس میخواد خودشو بیان و عیان بکنه. خب خیلی هم خوبه، آزادی ازش میاد، تحرک انسانی در میاد و بقیه چیزها، زندگی. ولی در کنار خود بیانگری ببینید من الان میخوام خود بیانگری بکنم، میخوام بیان بکنم، خودم رو عیان بکنم و بخشی از داستانه،
ولی شما به من میفرمایید که آیا در کنار این سلف رفلکشن هم دارید، خود تأملی دارید، تفکر انتقادی دارید، درباره درکتون نقد فکر میکنید، میاندیشید، دوباره میاندیشید، با تفکر بازتابنده دارید، تأمل دارید. شما میبینید که اینجا روز به روز در جامعه امروزی ما ارزش‌های خود بیانگری اهمیت بیشتری پیدا میکنه تا ارزش‌های، یعنی مردم آزادی میخوان ولی خیلی انتقاد نه میکنن و نه تفکر انتقادی در محاقه و بیشتر سلف اکسپرشنه. خودمون رو میخوایم عیان و بیان بکنیم تا اینکه در خودمون بازاندیشی بکنیم، درباره مفروضات خودمون دوباره فکر بکنیم. این یک صورت مطلبه. یک بچه دیگر مطلبم که تمام بکنم مسئله دیجیتال کراوده. خب حضرت علی در این زمین اصلا تخصص دارید، بهتر از من میتونید توضیح بدید، ولی این دیجیتال کراود چیه؟ ازدحام دیجیتال، یعنی اون چرخش الگوریتمی که تمدن قلمی جاشو میده به تمدن الگوریتمی. در اینجا یه مقدار یه وضعیت اتفاق افتاده که میخوام برگردن چطور این روایت های مسلط شرایط امکان ساخته شدن این روایت های مسلط چیست. ببینید داده ها زیاده و ندرت توجه وجود داره، rarity of attention. داده ها زیاده و نمیدونیم به کدوم توجه بکنیم. از سوی دیگه بهتر از من میدونید که در واقع عادتوارهای شناختی و ارتباطی ما، خب شما متخصص ارتباطات هستید، عادتوارهای شناختی و ارتباطی ما هم دگرگون شده. چرا؟ چون کاراکترهای محدود، دیگه رمان نمیخونیم، دیگه کتاب‌ها رو ورق نمیزنیم، حوصله درگیری با متن نداریم، بیشتر پیام‌هایی با کاراکترهای محدود مدام به شکل انبوهی در واقع سر بر می‌آورن و بعد ناپدید میشن. شما در یک چنین وضعیتی مواجه میشید با یک ازدحام دیجیتال که مخصوصا دو تا پدیده رو هم در آخر خیلی سریع بگم. در اینجا یک پدیده اینه که در واقع به نوعی یه حالتی است که هایپرناجینگ گفته میشه. هایپرناجینگ یعنی یک وضعیتیه که در واقع به شکل بیش تحرکیه، یعنی این داده ها خیلی تحرک دارن، میان میرن و این بیش تحرکی داده ها و ارتباطات در این دیجیتال کراود از یک سو، از سوی دیگه به نوعی هر طرف، بنده الان با شما گفتگو میکنم، مدام موآن میکنیم، مدام تحول هستیم، از اینجا میپریم به یه مطلب دیگه، از اینجا به یه مطلب دیگه. اینجاست که به نظر من تصورم اینه طرفهای شناختی و هیجانی رادیکالیزه میشن. یعنی ببینید کلا این دیجیتال کراود سبب میشه که طرفهای شناختی و هیجانی مختلف رادیکالیزه میشن، چون مدام در یک تحول زیاد و پی در پی و در وضعیت موآن هستن، مدام میخوان از خودشون عبور بکنن و این به نظر من سبب شده که ما به جای ارزش افزوده آگاهی، یعنی ببینید در جامعه یک کاگنیتیو سرپلاس نیست که ما یک ارزش افزوده آگاهی داشته باشیم از این ارتباطات، از این مبادلات، از این گفتگوها و رسانه ها و بقیه چیزها. به جاش یک نوع، به جای سرپلاس، به جای ارزش افزوده اگزهاست داریم. اگزوز داده هاست، یعنی دیتا اگزهاست در مقابل کاگنیتیو سرپلاس. یه وقت است که ما یه گفتگوهایی میکنیم و از توش یک ارزش افزوده آگاهی ایجاد میشه و افق تازه‌ای باز میشه، نقد میشه و پخته میشه. الان چه اتفاقی افتاده در دی ماه
1404 چه اتفاقی افتاده؟ اینجا اون چیزی که در روی زمین جامعه میمونه یک اگزوز داده هاست، یعنی یک نوع مازاد محترقه، ببخشید اگزوز مازاد محترقه هست. یه وقت است که موتور میسوزه، ماشین حرکت میکنه، یعنی فکر، اندیشه، آفاق، افق‌گشایی میشه و با جهان بهتر میتونیم ارتباط بگیریم، شناخت بهتری از مسائل پیدا میکنیم. این میشه اون ارزش افزوده آگاهی، این کاگنیتیو سرپلاس میشه. ولی مازاد محترقه از این سوخت و ساز این داده ها با این ویژگی هایی که توضیح دادم، حالا دیگه وقت شما رو نمیگیرم. خب اینجا من خیلی طبیعی میشه برام همون جامعه نمایشی گایدوبور که دی سوسایتی آف اسکپتیبل، این سوسایتی آف اسکپتیبل اینطوری میشه، یعنی به هر حال نمایشه و یه جامعه نمایشیه. در یه جامعه نمایشی رسانه ها مدام یه چیزایی رو نمایش میکنن، شما میاد این ور میبینید که یه اعترافی رو نشون میدن، خب قدرت دارن میتونن این کار رو بکنن، میارن یه کسی رو اعتراف، اون ور نشون میدید، اون ور نگاه میکنید میبینید که یه تیکه هایی رو به اصطلاح نشون میدن از مسئله خیابان و اینا. در این وسط مردم سراسیمه میدونن چه فاجعه ای روی داده، خون به پا شده، چه جانهای عزیزی جان عزیز خودشون از دست دادن، چه مادرانی بدون فرزند شدن، چه پدرانی بدون فرزند شدن، چه خانواده های عزیز خودشون از دست دادن. همه مواجه هم با یک فاجعه بزرگ، ولی هیچ صورتبندی دقیقی ازش صورت نمیگیره در فضای این گفتارهای مسلط. ما اینجا به یک تحلیل روایت نیاز داریم، یک نوع آگاهی انتقادی، یک نوع گفتگوهای انتقادی، عرصه عمومی، رسانه‌های آزاد، فضاهای آکادمیک، فضاهای مدنی، فضاهای اجتماعی باید شرایط امکانش فراهم بشه که این گفتگوها در حوزه عمومی که معطوف به خیر عمومی و معطوف به حقیقت هستن دربارش گفتگو بکنن. و طبعا الان شما خیلی سخته این امکان در جامعه ما که بشینیم ببینیم که الان بحث بر سر تعداد، بیشترین بحث‌ها اصلا توجه نمیشه که این تعداد که گفته میشه این انسان هاست که آیا مثلا 3000 و اندی هست یا 30,000 و اندی هست. خیلی برای من واقعا میتونم بگم که اصلا من فرو میریزم در خودم وقتی که میبینم که مسئله بر سر تعداد این انسان هاست تا عمق فاجعه ای که اتفاق افتاده و چرا اتفاق افتاده و چطور اتفاق افتاده این شکل میگیره. این درک من بود در مجموع از این بحث روایت های مسلطی که در این حوزه ساخته میشه و در نتیجه من فکر میکنم یک مقاومت معرفتی در جامعه باید باشه که بتونه در آن فراسوی این سلطه‌های رسانه‌ای و پروپاگانداها و این قلمروهای قدرتی که گفتم همچنان پی آغاز حقیقتی بدون و این تنها از عهده ارتباطات انسانی‌تر توی مجتمعات مسکونی حوزه عمومی دارن. اونجا همسایگان توی حوزه‌های مدنی، حوزه‌های حرفه‌ای، صنفی، حوزه‌های آکادمیک و رسانه‌های مستقل اینا رو بیان و پیچیدگی داستان رو توضیح بدن، مسئله رو، اون سویه‌های فاجعه رو نشون بدن به جامعه و ریشه‌یابی بکنن که این مصیبت چطور برای ما به وجود اومده و چطور میتونه تکرار بشه. بسیار خیلی متشکرم. میخوام وام بگیرم از مفاهیمی که شما پیش از این هم به کارشون بردید و در موردشون گفتگو کردید. یک انقلتی هم دارم، این ارجاع شما به جامعه نمایش گیدوبور مشخصا و اینکه ببینید ما به فهم من دست کم اون جامعه‌ای که دوبار داره ازش حرف میزنه ما خیلی فاصله داریم با اون جامعه. این دیجیتال کراود هست ولی جامعه ما این مفهوم رو در خلال فرمایشات شما داشتم بهش میرسیدم
آمریکایی‌ها به نوشیدنی که گازش رفته میگن exhausted drink. ما یه exhausted people داریم، آدم‌های دیگه که تایرد نیستن، خسته نیستن، اینا exhaustedن، هیچی براشون نمونده. اینا شما از خشم انباشته به حرف زدید، نوشتید از اینکه شکوه چگونه به پرخاش بدل میشه، چگونه به تروما بدل میشه نوشتید. آیا این قصه در واقع دیجیتال کراودی که دارید میگید و این فضای جنگ روایت هایی که داریم برمیشماریم عرض قصه نیست؟ اصل چیز دیگری نیست؟ اصل فرسوده کردن و ناتوان کردن و بی اثر کردن و بی عمل کردن جامعه نیست؟ و این نظم حکمرانی این سالها این کارو نکرده که بعد ما الان نگاه میکنیم میبینیم که جامعه‌ای که آشفته است، جامعه‌ای که نمیدونه کجا دنبال روایتی از حقیقت بگرده. یعنی یقه کیو بچسبیم های دکتر؟ بله. الان میگیم این توصیف بله. وضعیته. بله. ولی این خشمی که الان جامعه داره میگه به من بگو که یقه کیو بگیرم. بعد میگیم رسانه‌های آزاد. یعنی خود مفهوم رسانه‌های آزاد بگذاریم که در این سالها همواره این کنترلگری دولتی اجازه شکل گرفتن رسانه‌های آزاد رو نداده، ولی اونجایی هم که یه رسانه آزاد شکل میگیره میبینیم که پروژه حاکمیتیه. به ما هم میگن خب چجوری شما حرف میزنید؟ اعتماد وجود نداره و حالا میگم که ما رو که بگیرن حرف و حدیث ها پایان پیدا میکنه. سرمایه اجتماعی و الان بحث اینه، یعنی اون حتی رسانه آزاد هم درگیر نمایشه. یعنی مفهوم رسانه های آزاد درگیر نمایشیه که از یک پروژه‌ای بیرون میاد که این پروژه کاری که میخواد بکنه فراموش کردن این خونهایی که بر زمین ریختن، ما رو مشغول کردن به این که عدد واقعی 30,000 تاست، 32,000 تاست یا 70,000 تاست. چیزی که جامعه کامن سنس میگه این 3,100 خورده ای نیست. کامن سنس به این میرسه که آقا این نیست، حالا این که چند تاست بیایم هی با هم مشغول باشیم و ما رو مشغول میکنه به یه تخیل آینده. حالا می‌خواستم بیام رو بحث آینده که بگیم آینده چی بشه. آینده بدون حال، بدون حالی که ما توی حال استمراری هستیم، حالی هستیم که نخواهد گذشت، حالی هستیم که توش هستیم و این آینده‌ای که اگر میخوای تخیل کنی بدون این خونها نمیتونی بهش بپردازی. فهم من دست کم اینه. میخوام بگم که شما به روایت ها پرداختید، به اینکه چگونه جامعه توی بستر اینجوری اصلا اون حقیقت جویی خودش رو از یاد میبره، دیگه دنبال آوازه حقیقت نیست. ولی کی جامعه رو اینجا رسوند؟ قدرت. ببینید باید برگردیم به این که کانت میگه که قدرت که اخلاقی میشه. قدرت وقتی که دربارش حرف نمیشه زد غیر اخلاقی است. باید برگردیم به این که اتفاقا اینجا دوباره تفکر انتقادی لازمه که این سنگ از کجا به ما خورده. حاج عبدالله میگه همه از آخر میترسن، عبدالله از اول میترسن. چطور امکان یک چنین قدرتی در جامعه و چنین استیلایی و چنین هژمونی این از کجای این جامعه برخواسته؟ این ایدئولوژی که ساخته شده و بعد اومده یک هژمونی ایجاد کرده. باید جامعه برگرده تاریخ خودش رو، فرهنگ خودش رو، عقاید خودش رو، درک دینی خودش رو، درک سیاسی خودش رو و ساختارهای خودش رو نقد بکنه و برگرده ببینه که چطور این باز تولید شده، چطور این استبداد شکل گرفته. اینجا باز تفکر انتقادی لازمه. بله قدرتی که قاهره هست، عرض کردم قلمرو مهمتر از حقیقته. حقیقت تولید میکنه. این تولید حقیقت شرایط امکانش چی بوده؟ چطور شده که این سلطه، این هژمون، این ایدئولوژی معطوف به قدرت، انحصار به وجود اومده و میتونه جامعه رو مستعمره خودش بکنه. خب و کرده و رسانه‌های انحصاری ساخته. این نیاز داره به یک تفکر انتقادی، درک و گفتگوهای انتقادی که برگردیم ببینیم که چه موش در انبار ماست و ببینیم که تا زمانی که این موشی دزد در انبار ماست مطمئنا نتایجی از این جامعه نخواهیم گرفت. خب پس در نتیجه من با شما موافقم که باید بررسی بکنیم ببینیم چطور این قلمرو زاییده شده
زایش قلمرو رو در این 40-50 سال متوجه بشیم و بررسی بکنیم که این از کدوم عقاید، کدوم باورها، کدوم مناسبات و کدوم در واقع ایدئولوژی ها چطور ساخته شده، میتونیم حتی از منظر یه مقدار دقیق‌تر از کدوم مناسبات مالی، از کدوم شرایط زندگی در واقع این قدرت برآمده و بر ما مسلط شده. برای اینکه بتونیم در آینده فرزندانمون دچار یک چنین سلطه‌ها، انحصارها، یک چنین روایت‌های مسلط، هژمون‌ها نشن، باید عرض کردم برگردیم توی همسایگی‌ها، توی نهادهای مدنی، حوزه‌های عمومی نداشتمون، نهادهای مدنی نداشتمون مقاومت معرفتی بکنیم و مقاومت اخلاقی بکنیم و نقد بکنیم خودمون رو، عقایدمون رو، باورهامون رو و ساختارهامون رو که از این باورها و برساخته شده. و این یک نوع خود انتقادی تاریخی و تفکر میخواد که برگردم به فرمایش شما که اونجاست که میتونیم فرمودید آینده هم از دل استمرار وضعیت امروزی ما خواهد شد. برای اینکه آینده هم خوب دربارش بیاندیشیم، حالا اگر لازم دیدید درباره آینده هم میتونیم صحبت کنیم. بله، اصلا بحث جدیه. یعنی حالا عرضم این بود، شما هم تایید فرمودید که یعنی آینده در تداوم حاله. و شما هم اگر خاطرتون باشه دکتر، اون جلسه ای که فکر میکنم 2 سال پیش اون نشست تاکی که ما خدمتتون بودیم، مفهوم کنشگری مرزی و مفهوم نهاد میانه یا میانجی که ما هم میخواستیم باشیم و شما از فقر و فقدان اینها حرف زدید و نوشتید سالها. ببینید در برساخت وضعیت کنونی، در آن چیزی که ما امروز درگیرش هستیم، دست کم در 1-2 دهه اخیر اون عاملیت هایی که ما به عنوان کنشگر مرزی میشناسیمشون در ترمینولوژی شما چندان موفق نبودن، راه به جایی نبردن. هی شما گفتید وایسید وسط و میونداری کنید، به دیوار خوردیم آقای دکتر. به تو این وضعیت چطور میخوایم و حالا این سوال میخوام پیوند بزنم به آینده. وقتی به دیوار خوردن این کنشگران مرزی، این نهادهای میانجی، این تخیل آینده و این ترسیمی که ما از آینده میتونیم داشته باشیم، کی عملیات خواهد داشت؟ کیا اینجا دست بالا رو خواهند داشت در آینده‌ای که تو این میهن رقم خواهد خورد؟ بله کاملا. این شما واقعیت‌های بسیار زمخت و آزاردهنده اجتماعی رو دارید برملا می‌کنید. واقعا شما اسرت اجتماعیمان رو، دشواره‌ها رو، تناقض‌ها رو بیان می‌کنید. خیلی نکته مهمیه. و من البته بگم که کنشگران مرزی آخرین طایفه شکست خوردگان این به اصطلاح عملیات ایرانی هستند. داده حرف آقای بازرگان میفتم یه موقع دهه 40 گفت آخرین کسانی با قانون، بله با قانون با شما حرف زدن. خطاب به محمد رضا پهلوی گفت آخرین کسانی هستیم که این گونه با شما سخن خواهیم. منتها درباره آینده جناب دکتر، آینده همونطور که من با شما کاملا موافقم، از دل اکنون ما در میاد آینده. اصلا منتها برای اینکه خوب بتونیم تخیل آینده و در واقع آینده رو درباره آینده بیاندیشیم، باید برگردیم به دایلمه‌های اکنون خودمون. ما در اکنون تاریخیمون، اکنون ایران، در واقع یک دایلمه‌هایی داریم که ما معمولا در آینده پژوهی، حالا من یه دانش آموزی کردم محدود، در آینده پژوهی از طریق آنسرتینتی ها و عدم قطعیت های فعال جاری می شود اپروچ کرد به آینده. اجازه بدید که من یه دایلمایی رو مثال بزنم، حالا شما کمک بکنید. یکی از دایلماهای بزرگ ما، بازم من عرض کردم با شما که به عنوان یه همکار صحبت میکنم که اهل فکر و اهل تحقیق هستید، میخوام یه مقدار کلمات رو ببینیم دشوار بکنیم، پیچیدگی واقعیت رو ازش تفره نریم، گزارهای ساده ریداکشن نکنید، فرو نخواهیم به یک گزارهای ساده و در واقع اون زهر واقعیت رو از اون نگیریم.
جرأت فهم فاجعه رو داشته باشیم. ببینید یه دایلمای بزرگی که ما داریم بین بد دولتی و بی دولتیه. این یه دایلماست به نظر من، البته به عنوان یه شهروند کوچک، معلم کوچک، دانش آموز کوچک. ببینید از یک سو ما یه دولتی داریم، دولت منظورم استیت، حاکمیت. ما یه دولتی داریم که آماده معالجه نیست، آماده مردن هم نیست. من در اون کتاب کنشگران مزید توضیح زیادی دادم. دولتی که نه او آماده معالجه هست، نه او آماده درمان هست، و نه ما میتوانیم، اینجا شاید شما با من موافق نباشید، و نه ما میتوانیم به درک دانش آموزی بنده، و نه ما میتوانیم سرنوشت خود رو از او جدا بکنیم و راه خودمون رو در پیش بگیریم. خیلی پیچیده شده. ما با این دولت هم مسئلگی داریم، هم مسئله ایم. ما با این دولت هم سرنوشتیم. دولت، باز گفتم به معنای کل بزرگش. ببینید یک نوع گفتگوی سیاسی میتونه به سادگی دولت رو از ملت جدا بکنه و درباره این مسائل بحث بکنه و ساده هم نتیجه بگیره دیگه. یعنی در واقع میشه، منم میتونم اینجوری صحبت کنم، شما بهتر از من. اما وفاداری به حقیقت ما رو باز میداره که از اینکه loyalty to the truth. شما یه دانشگاهی هستی، منم یه دانش آموز هستم. یکی از مهمترین ارزش ها و فضیلت های علم ورزی و معرفت ورزی وفاداری به حقیقته و خیلی این مسئله پیچیده است، این سادگی نیست. در اصل من میگم که دایلمای جامعه ما اینه که دولت در واقع بد دولتی و بی دولتی، نه ما میتونیم معالجهش بکنیم، نه آمادگی معالجه داره، اجازه میده که درمان بشه، درمانگری بشه، و نه ما میتونیم سرنوشت خودمون رو از اون جدا کنیم و راه خودمون رو در پیش بگیریم. من فکر میکنم چرا گفتم هم مسئله هستیم هم سرنوشتیم؟ چون مسئله ایران رو نمیتوان به اراده گرایی تقلیل داد. اراده گرایی سیاسی یک اراده هایش بدی، یک اراده های زشتی وجود داره ولی نمیشود تقلیل داد جامعه مسائل ایران رو به یک نوع درک اراده گرایانه که اساساً در مباحث علوم اجتماعی قابل دفاع نیست. خیلی ملاحظات جدی دربارش وجود داره. در نتیجه نمیشود به یک اراده گرایی سیاسی فروکاست که گفت اگر یه جابجایی کوچکی بکنیم مسئله حل میشه. در نتیجه مسئله ایران خیلی پیچیده‌تره. ژئوپلیتیک ما هم که دیگه نمیدونم نظر شما چیه، به نظر من ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی و منطقه‌ای ما، جغرافیای فرهنگی ما، جغرافیای اقتصادی ما و نظام جهانی مسلط که با شرایط خاصی هم که در این چند دهه پیدا کرده اجازه نمیده در اینجا ما تغییر دولتمون رو خودمون کنترل بکنیم. یعنی ما اینجا اساساً گرفتار یک طلسم‌های جهانی هم هستیم که اون هم سر جای خودش. حالا اینجا اجازه دارم اینجا یه پرانتز باز کنم؟ البته من اینو بگم، استفاده بکنم. این دایلما خودش ریشه یک دایلمای دیگه داره که اینو فقط عنوانش بگم بعد گوش میدم. دایلمایی که بین امر اجتماعی و امر سیاسیه. یعنی ببینید این دایلمایی که گفتم اگر به اعماقش بریم یه دایلمای بزرگتر وجود داره که بین گفتگو درباره امر اجتماعی د سوشال و امر سیاسی که گوش میدم تا بعد از شما. یه پرسشی برای من ایجاد شده یعنی این که حالا همه میدونیم که وضعیت ژئوپلیتیکی که ایران توش قرار گرفته و مداخله نیروهای خارجی نه این روزها که همواره، یعنی ما در 100 سال اخیر خیلی پررنگ مداخله‌های خارجی رو همواره داشتیم و یه جایی اراده عمومی رو مخور خودش کرده و کنار زده، ولی هیچ وقت نذاشته ما یه پویش‌های تمیز پاکیزه ملی داشته باشیم. دقیقاً. ولی این خب همواره هست. یعنی بله. این نگاه، من نگران اینم که یک وضعیت بیعملی و یک یأس
در جامعه رو رقم بزنه که آقا همینی که میگه آخوندا رو انگلیس‌ها آوردن، نگاه اینه دیگه، انگلیسی‌ها دعوا شد بین انگلیس و آمریکا، با شاه یه خورده کباده قدرت و کباده تمدن داشت میکشید. انگلیس‌ها گفتن ما آخوندا رو بیاریم، آخوندا اومدن، بعد این قصه‌ای که ما داریم الان هم منتظریم یکی دیگر رو بیارن. خب این نگاه که ما یعنی وضعیت ژئوپلیتیک رو با پول ما آخوند شدن، اما اصلا پول دادیم روزه خوندن برامون و گریه کردیم براشون و الان بعد از اون موقع همینجور داریم گریه میکنیم. مسائل شرعی رو پرسیدیم. بعد از اون باورها ایدئولوژی هم ساختیم و بر اساس اون جامعه بسیار آرمانی هم خواستیم بسازیم و امت و امامت رو انداختیم و بقیه چیزا. ببینید میخوام بگم یعنی کاملا درست میفرمایید. من این نگران این بی‌عملی شماییتون وقتی ما منم وضعیت ژئوپلیتیک و مداخله خارجی رو برجسته میکنیم، جامعه میگه من که کاری از دستم بر نمیاد، وایسم نگاه کنم ببینم چی میشه. یعنی من این بعد یه خورده برام سنگین بود. نه ببینید کاملا میفهمم و اتفاقا باش در نگرانیتون شریکم. منتها من منظورم این نیست که ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من دارم عمق فاجعه رو اول توضیح میدم. باید تحمل حقیقت سخته و درد آگاهی رو کشیدن، درد آگاهی پررنج، آگاهی پررنجه، مسئله پیچیده است. این آشوبی که در ایران هست و در جهان هست باید با ابعاد و اضلاعش یه مقدار تماس پیدا کرد. اون رنج فهمیدنش رو، بار رنج فهمیدنش رو بر دوش کشید و بعد رهایی، عمل معطوف به رهایی رو تونست صورت بندی کرد. نه اینکه حالا بشینیم تا نه، همون لحظه ای که شما به عنوان یک استاد جوان، به عنوان یک کنشگر اجتماعی، آکادمیک، مدنی، معرفتی، کنش معطوف به حقیقت، کنش معطوف به آزادی دارید و کنش معطوف به خیر عمومی و کنش برای این آزادی این سرزمین و این جامعه دارید، من واقعا اینجا حس خیلی صمیمی دارم از این که این خیلی مهمه. اما خودتون بهتر از من میدونید که باید این صورت بندی بکنیم. یه وقت از این رو در حد یک پروپاگاندای ژورنالیسم هم نمیخوام منظور هر روزنامه‌نگاری، بلکه پوپولیستی در واقع بیان بکنیم. یه وقت هم هست که میخوایم عمق فاجعه رو بفهمیم و بررسی بکنیم. بله ببینید تا اینجا من گفتم که این دایلماست. شما فرمودید از این بی‌عملی. نه، من اول جواب بدم. جواب منظورم نمیخوام به شما یه جوابی بدم، میخوام که مسئولانه صحبت بکنم. بله من اصلا قائل نیستم به این که نتیجهش بی‌عملیه و در ادامه عرضم تا حدی که گنجایش این گفتگو اجازه بده در حد درکم، البته ممکنه کل این درک من اشتباهه. من اساسا با این فرض دارم صحبت میکنم که اول شما، بعد دوستان و همه کسانی که احیانا عرایض من رو خواهند شنید نقادی بکنند، چون ما در واقع فقط در واقع کارمون اینه که درک خودمون رو با استدلال‌های لازمی که فکر می‌کنیم داریم توضیح بدیم و منتظر اساساً کلمه مشروعیت کلام به اینه که امکان نقد شدن براش وجود داشته باشه. همونطور که یه چند لحظه قبل گفتم مشروعیت قدرت به اینه که در حوزه عمومی دربارش حرف زده بشه و این امکان رو ما در ایران از سلب کردیم و در نتیجه اخلاقی بودن قدرت اساساً از بین رفته و در نتیجه قدرتی که هیچ مهار مدنی، هیچ مهار حوزه عمومی، هیچ مهار اصلاح تعریف قرارداد اجتماعی و بقیه چیزا نداره، انتظار داریم که بیاد اخلاقی عمل بکنه و هیچ کاری نکنه، نفوس مردم رو محترم بشماره، شهروندان رو حفظ بکنه. مثلا اینا انتظارات دور از واقعه. حالا برگردم به این داستان. پس من گفتم که آینده از دل این دایلماهای ما باید پیجویی بشه و اندیشیده بشه، دربارش تخیل بشه. یکی از دایلماها رو گفتم که عرض کردم اون برمیگرده به امر سیاسی و امر اجتماعی. ببینید امر سیاسی زود بازدهه و
ناپایدار و غلط انداز. کما امر سیاسی انقلاب 57 توجه میکنید. مثال نزدیکترین چیزی که به ما هست زود بازده. ما ببخشید از خدمت می‌کردیم، درس خونده بودیم، دانشگاه رفته بودیم خدمت و بعد شب BBC گوش میدادیم و بعد اونجا خبر اومد که گفته شده که خواسته شده که سربازان و درجه داران اینا از پادگان ها رو ترک بکنن، فرار بکنن. خب ما هم گفتیم فرار میکنیم. رفتیم فکر کردیم که دیگه چند 10 سال زندگی خواهیم کرد در بیچاره پدر مادرمون برامون یه خونه کوچیکی اجاره کردند دور از محلمون، اینا که ما رو نیام بگیرن. و بعد فکر میکردیم که چند 10 سال، یه روز نشسته بودیم چند ماه بعد سیب زمینی درست کرده بودیم با دوستمون میخوردیم، نهار میخوردیم، دیدیم که صدای انقلاب رادیو انقلابه و انقلاب بهمن 57 و به این سادگی اتفاق افتاد. به این سادگی امر سیاسی خیلی زود بازدهه اما ناپایداره و غلط انداز. اما امر اجتماعی دیر بازدهه. رسانه، NGO، نهادهای مدنی، نهادهای حرفه‌ای، نهادهای صنفی، کارهای معطوف به خیر عمومی، گفتگوهای اجتماعی، زندگی محله، حوزه عمومی، اینها دیر بازده ولی دیرنده، پایدار. اما اینجا پس دایلما، شما میگید اینا رو چه توضیح میدید؟ دایلماش کجاست؟ دایلماش اینه که با وجود این همچنان امر سیاسی مهم میشه. یعنی نهاد دولت مهمه. شما هر چه بگید که نهادهای انسانی مهمه، من هم همیشه یه دیدگاه دارم، میگم در ایران همه نهادها هم ناکارآمد و نامشروع بشن، نهاد انسانی هست. در ایران یک نهاد انسانی، یک حافظه تاریخی، یک فرهنگ اخلاقی، یک هوش انسانی وجود داره که میتونه دوام این سرزمین رو و زندگی رو و فضیلت‌های انسانی این سرزمین رو دنبال بکنه. شما به من میفرمایید که این نهاد انسانی که شما اینقدر روش امیدوارید و امیدوارم هستم، یعنی من میگم انسان نهاد نهادهاست. شما امروز الان در این دانشگاه با هم گفتگو میکنیم، این دانشگاه ناکارآمد میشه، نهادش خراب میشه و شده، درسته؟ استقلال نهادی نداره، آزادی آکادمیک نداره، در سیطره همون قلمرو قدرته و دانشجوش محدودیت داره، استادش محدودیت داره، وابسته به سیاست‌های دولت و بقیه چیزها، ارتباط با جامعه نمیتونه بگیره، تعامل نمیتونه بکنه، بین المللی نیست، به ارتباطات بین المللی نمیتونه داشته باشه و بقیه چیزها. ببینید پس این نهاد چی شده؟ تخریب شده. ولی من میگم نهاد انسانی در ایران، نهادها نابود میشن، نهادها لطمه میبینن. نهاد اقتصادی ما کدوم؟ نهاد اقتصادی ما نداریم. نهادهای حرفه‌ای ما، نهادهای صنفی ما تخریب شده. اما نهاد دین ما، نهادهای آموزش پرورش ما، اصلا آموزش پرورش ما که اصلا میتونم بگم که اصلا دیگه ویران شده. خب حالا شما میگید که پس هیچی امیدی وجود نداره، بس به کجا بیاویزیم این قبا رو، قبای ژنده خویش رو؟ من میگم نهاد انسانی همچنان در ایران هست. همیشه نهادها در ایران از بین رفتن ولی نهاد انسانی همچنان بار سنگین این سفر تاریخی بسیار طولانی ایرانی رو با همون هوش، با همون سازگاری، با همون فضیلت‌ها، با همون اسطوره‌ها، با همون آرکیتایپ هایی که داشته، با اون حافظه تاریخی و با اون نارضایتی تاریخی که خیام داشته، حافظ داشته، فردوسی داشته، تونسته این بار زندگی رو بکشه و دوباره نهادهایی رو بسازه و دوباره زندگی رو از سر بگیره. من اینا رو میگم، اما در این حال دایلما چیه؟ دایلما اینه که خب همین نهادها هم وقتی نهاد دولت مشکل داره، این نهادهای انسانی رو مدام تخریب میکنه، استیصالی که ایجاد میکنه، ترومایی که ایجاد میکنه، پریشانی که ایجاد میکنه. شما الان با این شهروندانی که در این خیابان میبینید در
محلتون میبینید، در همین دانشگاه میبینید، این دانشجویان، این همکارانتون میبینید در چه وضعیتی هستند، در چه وضعیت ترومایی هستند، در چه وضعیت استیصالی به سر میبرن. پس شما به من میفرمایید که آقای دکتر، به من میفرمایید اینقدر دم نزن از نهاد انسانی و امر اجتماعی و امر انسانی. امر سیاسی همچنان مهمه، نمیشه تفره رفت از امر سیاسی. اگر نهاد دولت اصلاح نشه، اگر سطحی از اصلاحات نهادی در دولت اتفاق نیفته، سیاست ورزی درست نباشه، نهادهای انسانیمون هم تخریب میشن و در کمترین هزینه‌اش این میشه که ناکارآمد میشن، نمیتونن کار بکنن، یعنی یک نوع در اسارت به سر میبرن، آزادی عمل خودشون از دست میدن. پس به این ترتیب اول من برای توضیح چند تا گزینه آینده خواستم دایلما رو بگم. از این دایلما، در واقع دشواری هایی که این دایلما داره، من چند تا احتمال آینده به ذهنم میرسه به عنوان ایرانی کوچک، به عنوان یک درک دانش آموزی که دارم. یکی اینه که ایران وارد جنگ میشه با این وضعیت عرض کردم دایلما هایی که داریم. یکی از محتمل ترین آینده ها اینه که جنگ داره در ما رو میکوبه، به شدت داره. دیدید قدیم کسی میومد در رو میزد و باز نمیکردی، بیشتر میزد. الان این وضعیت. اگر این اتفاق بیفته، وضعیت کلنگیه. آینده ایران یک آینده کلنگیه. همون بحثی که خب بعضی از محققان کردن، یه ملاحظاتی ما همیشه داشتیم، ولی یه سویه هایی از، ببین شما صحبت میکنید، من بخشی از کلام شما رو ممکنه یه کامنت هایی دارم، ولی یک حقیقتی همچنان سوسو میزنه. اون سوسوی حقیقت همون کلنگی شدن جامعه دوباره اتفاق میفته و اینجا تنها راهی که ما خواهیم داشت راه مقاومت ملیه، یعنی مقاومت سرزمینیه. ما باید از این آب و خاک، از این کردستان، از این بلوچستان، از اون خوزستان، از این سرزمین گسترده و فلات زخمی دفاع بکنیم و مقاومت ملی بکنیم و تیمارداری اجتماعی بکنیم و درمانگری اجتماعی بکنیم. مردم اگر جنگ اتفاق بیفته در چه وضعیتی به سر خواهند برد؟ ما باید فیوچر ردینس داشته باشیم، آمادگی به این آینده تیراوتار و آینده بسیار پر از درد و مصیبت باید داشتیم. آمادگی به این آینده رو باید داشته باشیم. این یک آینده است که اینجا اتفاقا کنشگران مرزی هم در من همیشه حضرت علی که خب اشراف دارید، من همیشه گفتم کنشگران مرزی یکی از صورت‌های عاملیت در ایرانه و نخبه‌گرایانه هم به کنشگران مرزی نگاه نمی‌کنم. هر عاملیتی میتونه صورتبندی میانی داشته باشه و به عنوان قهرمان هم نگاه نمی‌کنم، منجی هم نگاه نمی‌کنم. کنشگری تنوع صورت‌های خیال ایرانی وسیعه و عملیات‌های مختلفی بر اثر استیصال، چون راهش سخت بوده، سفر تاریخیش پر از صعوبت و عسرت بوده، سعی کرده از صورت‌های مختلف عمل به دلیل همون صورت‌های خیال وسیعی که داشته که یکیش کنشگری مرزی. در این گزینه کنشگران مرزی بیشتر در انجیوها و در شهرها، در سطح شهر اتفاق به اصطلاح خودشون میتونن نشون بدن و بقیه کنشگران. دومین آینده‌ای که من تصور میکنم شدت بددولتیه. یعنی این وضعیت بددولتی که گفتم این شدت هم بگیره، یعنی سرکوبگری بیشتر، سلطه بیشتر و بقیه چیزها که اتفاقا یکی از نشانک هاش، ببخشید من نشانک میگم، خاطرتون باشه که امیدوارم که اتفاقی نیفته که ببینیم چطور این میتونه نشانک باشه. همین که به نظرم یه مقدارم آمدانه بود که یک سیگنالی که من این استعداد و این آپاراتوس و این جهازات و این
قدرت ساختن حقیقت رو دارم و ساختن روایت رو دارم، میتونه شدت بددولتی گزینه بعدی آیندهمون باشه که جامعه بیش از این به وضعیت در واقع استیصال میفته در گزینه دوم، در سناریوی دوم، و در اینجا هم تنها راه تاباوریه و کنشگری، ادامه کنشگری. یعنی باز ما نیاز به عاملیت داریم، نیاز به کنش داریم که در واقع به نظرم در اینجا دیگه کنش ها معطوف به گذار میشه و یعنی کنش های از نوع گذار بیشتر موضوعیت پیدا میکنه اگر یک چنین اتفاقی بیفته. سومین، اینجا کنشگران مرزی خیلی وضعیت در واقع در یک چنین سناریوی کنشگران مرزی هم بسیار مهمه. چرا؟ چون مسئولیت خودشون از دست میدن، چون دیگه جامعه اساساً هیچ انتظاری از حوزه میانی دیگه نمیتونه داشته باشه و هیچ اعتمادی دیگه باقی نمیمونه. در نتیجه کنشگران مرزی هم در یک شرایط دشواری یا چسبندگی پیدا میکنن، مرعوب میشن یا چسبندگی پیدا میکنن و اونهایی که میتونن دوام بیارن و شناور میشن، همچنان با جامعه هم سر و کار دارن، ارتباط دارن، خیلی سخت میشه راهشون و این هم واقعا یک وضع بسیار ببخشید حالت چجوری بگم تلخه که من دارم امروز خیلی ببخشید تلخ اندیشی میکنم، عذرخواهی میکنم و واقعیت تلخه، واقعیت خیلی زمخت و تلخه. سومین اصلا که در دل هممون اون سوسوی امید به معنای رئالیستی کلمه وجود داره که ما میخوایم زندگی بکنیم، همچنان درگیر بشیم با این واقعیت ها و سفر تاریخی و اکنون ایران خودمون. اتفاقا من یه جایی فرصت بشه در خدمتتون یه بحثی دارم که اساسا گذار رو، الگوی گذار رو، ترانزیشن رو از این منظر نقل کردن که گذار به نوعی به تعلیق انداختن اکنونه و از اکنون تفره میریم و میگیم بگذار و بگذر، ولی در فلات اکنون ماندن و با اکنون به صورت درونمان کلنجار رفتن قدرت اخلاقی و شجاعت زندگی بیشتری طلب میکنه که من نمیخوام واردش بشم. سناریوی سوم اینه که از بددولتی میپریم به سوی بیدولتی. یعنی وضعیت بددولتی سبب میشه که مدام این تنش‌ها و این مشاجرات و این آوردگاه سیاسی گرم میشه و کسانی میخوان به قدرت برسن و معطوف به قدرتن و منتظرن آنسو همه جا و اینها هم میان و من درک دانش آموزی که از ایران و تاریخش و جامعه و نظام جهانی و منطقه و فرهنگ و زندگی در ایران دارم و شرایط جهانی دارم و فرهنگ سیاسی به طور خاص آقای دکتر، فرهنگ سیاسی ما به نظرم ما از وقتی که از بددولتی بخوایم عبور بکنیم خیلی احتمال این هست که گرفتار بیدولتی بشیم. یعنی هر که گریز از خراجات شهر بارکش غول بیابان شود. خب اینجا مثلا این من بگم که به دلیل پوپولیسم جهانی، یک پوپولیسمی در مقیاس جهانی که یکی از نمایندگانش ترامپه، تازه دیده میشه، داستان خیلی پیچیده‌تره. پوپولیسم در جهان به دلیل بحران‌های نظام سرمایه‌داری است که نظام سرمایه‌داری جهانی دچار بحران‌هایی شده و یکی از پاسخ‌ها به این بحران همیشه در این دورهای بحران نظام سرمایه‌داری پوپولیسم‌های شکل می‌گیره. اتفاقاً یکیش هم در همین دهه 70-80 میلادی بوده که دامن ما رو هم در اون دوره گرفت. الان هم این مسئله هست و در مجموع این اگر اتفاق بیفته ما وضعیت اردوگاهی پیدا می‌کنیم. آینده و سومی که من تصور می‌کنم در واقع این بختک و این
ترس دلهوره بزرگی که دارم به عنوان یک ایرانی، این شرایط استثنایی در ایران اتفاق بیفته به دلیل انتقال از بد دولتی نه به نیک دولتی و نیک زیستی و ویلبینگ و آزادی و مشارکت و دموکراسی، بلکه به بیدولتی که قبلا عرض کردم که اجازه نمیدن که ما یک تحول پاکیزه خودمون رو بتونیم عملیات داشته باشیم و مدیریت بکنیم. اینجا من به این آینده گفتم اسطوره همون چادرنشینی ما دوباره فعال میشه. ما یک آرکیتایپ چادرنشینی داریم، دوباره چادرنشینی دیگه جمع میکنیم و یک کسان دیگه میان چادر میزنن و این یک وضعیتی. اینجا همون کاروانسرای اتفاق میفته، یعنی ایران میشه یک کاروانسرایی که کسانی اومدند و کسانی رفتن و وضعیت بی‌دولتی اتفاق میفته و این اینجا حمله مغول هم به نوعی بله اینجا اتفاقا به چقدر درست هم اینجا همون کنشگران مرزی یکی از بزرگترین صورت‌های تجربه شده تاریخی کنشگران مرزی در ایران در دوره‌های انتقال قدرت بوده که مثلا مغول حمله کرده و مثلا خاندان جوینی، عطاملک جوینی اومده چه کارهایی کرده. یکی از راه‌های برون شدن از این وضعیت باز اینجا، چون البته من ببخشید مدام کنشگر مرزی میگم چون حضرت علی فرمودید اخلاقاً تعهد داشتم که در این گفتگو پایبند بشم به این گفتگو و وگرنه کنشگران دیگه هم سر جای خودش، ولی چون کنشگران مرزی رو این با آب‌باریکه کنشگران مرزی رو میخوام هی ارجاع بدم، اینجا در اینجا میتونن در این دوره انتقال تا حدی تقلا بکنن که بلکه بتونن نهادها رو حفظ بکنن، هزینه ها رو کم بکنن که البته خیلی پروژه سنگینی است. این هم من باب تعلق بوده بله نه خودمون به این مفهوم تعلق داریم. بله نه درسته من میدونم، ولی چون در گفتگو خواستم رعایت بکنم. بله یه نکته هم وجود داره تو فرمایشتون وارد میشم، خط امیدوارم خراب نکنم. اینکه یه جریان‌های دیگه‌ای هم بعد از این حالا حمله مغول رو که فرمودید یا عرب حمله عرب یه چیزی بله عرب خودش یک جریاناتی هم داخل جامعه ایرانی شکل گرفته بود، یعنی اینکه ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم، اینکه این برآمدن تصوف عرفان اینکه در کنج عزلت خزیدن قارنشینی از مسئولیت دیگه مسئولیت هست ولی بار اجتماعی سنگینی برای ایران خواهد داشت. یعنی با توجه به پیشینه و سابقه تاریخی من نگران این هم هستم. به جا فرمودید، من واقعا اینجا همدل و هم نظرم با شما. یعنی ما البته دو تا منظر داره ها، یک منظر همدلانه اینه که یک جهان موازی میسازن که در اون زندگی بکنن. چرا؟ من بارها گفتم به بچه‌ها میگم تو کلاس اینا بحث میشه، جوونا معمولا قبول نمیکنن این حرفا رو، حق هم دارن. میگم که کسانی که دنیا بر سرش ویران شده شما فکر میکنید دیگه چه کار میتونن بکنن؟ حتی یه جهان موازی میسازن که درش زندگی بکنن و بلکه نفسی بکشن دوباره بتونن خودشون رو آماده بکنن برای کنش‌های دیگر. چه بسا همانطور که خودتون بهتر میدونید جنبش‌های بعدی در ایران ما دو مسیر جنبش داشتیم، جنبش‌های شهری و جنبش‌های روستایی. جنبش‌های روستایی در پیرنگ کانتکست شیعی شکل گرفت مذهبی، جنبش‌های شهری در پیرنگ تصوف و خانقاهی شکل گرفت، یعنی تصوف شکل گرفت. در واقع تصوف خود یک بستری شد در یک مقیاس بعدی ایران دیگه. به هر حال ببخشید آقای دکتر خیام میگه که ماییم که اصل شادی و غمیم، سرمایه دادیم و نهاد ستمیم، پستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم، آینه زنگ خورده و جام جمیم. ایران یک معماست، ایران یک پارادوکس گاهی، یعنی میدونید و هر جامعه این مسائل داره. ما درباره جامعه خودمون داریم صحبت میکنیم. به هر حال اینجا مقاومت ملی و مدنی تنها راهی که در این سناریوی سوم، حالا من چون کنشگران مرزی رو خاص ذکر کردم، مقاومت ملی و مدنی برای رهایی از این وضعیت. آخرین گزینه‌ای که به نظرم میرسه
که به نظرم شاید بتوان گفت که شاید یکی از کم هزینه ترین آینده ها باشه، نمیگم بهترین، و شاید هم یه مقدار باورپذیره، پلازبله، به اصطلاح ما میگیم در آینده پژوهی، گزینه‌ای که هم پراببل بشه، هم پلازبل بشه و هم پاسیبل بشه، 3 تا پی. این شاید درش وجود داره. اونم اینه که ادامه همون هممسئلگی جامعه با دولت، یعنی همسرنوشتی ما و دولت منتها با رزونانس مثبت، یعنی یه گشودگی هایی در دولت و آمادگی هایی برای درمان ایجاد بشه. یعنی از دولت حالا یه اتفاقی بیفته، یک صدایی بلند بشه یا یک جابجایی های صورت بگیره و یک رزونانس مثبت میان حرف دل جامعه و پچ های درون ایوان دولت با ایوان جامعه یه مقدار همداستانی هایی شکل بگیره که اگر این اتفاق بیفته یک گزینه، یک سناریو هست که من بهش میگم یک نوع در واقع گذار ترمیمی. اخیراً آقای دومه تأملی کردن درباره یک شکلی از گذار که به اصطلاح بهش عنوان restorative transition اطلاق کردم، یعنی گذار ترمیمی، یک گذاری که نمیخواد بریزه و از نو همه چیز رو، بلکه میخواد همون عدالت ترمیمی داریم، رستوراتیو. این رستوراتیو در گذار هم هست که یک نوع جنبش ترمیم این جامعه، جنبش ترمیم این ملت دولت، یعنی نیشن استیت رو حفظ میکنیم، طبقات سیاسی تغییر پیدا میکنه، رانت‌ها و امتیازات و انحصارات که قوقا تولید میکنن، خشونت. من دیروز مترو بودم، میرفتم به یک جایی عرض کنم که یه دختری نشسته بود همون نیمکتی که من نشسته بودم، یه دختر خیلی نوجوان نشسته بود در نیمکتی که من نشسته بودم، بعد از یکی دو نفر ایشون اونجا، این دختر عزیز این سرزمین نشسته بود با یه سبک زندگی دلخواه خودش. یک ایستگاه یه آقای اومد، یه آقایی که اصلا از سبک زندگی و وضعیتش معلوم بود که اساسا چه روحیاتی داشت. یه دفعه اومد روبروی این دختره گفت که حجابتو پران کن. در واقع من حالا مردم و جامعه اونجا خوب واکنششون دادن و کلا نقدش کردن که این چه رفتاریه تو، و این دخترم شجاعت خودش رو حفظ کرد و همونجا نشست و گفت به تو چی، من زندگی منه و بقیه چیزها. ولی از نوع رفتاریشون من احساس کردم که اساسا یک مأموریتیه، یه رفتار یه شهروندی نبوده که از سر مثلا شخصیش میخواد با این رفتار بکنه، به خاطر عقایدش مثلا نهایتا متحجره، نهایتا کجندیشه، افراطیه. من فکر کردم که اساسا یه برنامه‌ای وجود داره که کلا جامعه رو به اصطلاح ارهاب در واقع ترسوندن. ولی به هر حال اگر این رانت‌ها که تولید قوقا میکنن، رانت‌هایی که تولید خشونت میکنن، این رانت‌ها علاج بشه و این انحصارات، طبعا یک نوع رزونانس مثبتی میان جامعه و دولت میتونه اتفاق بیفته و اینجا میتونه اون هممسئلگی و همسرنوشتی بیشتر خودشون نشون بده که بابا هممون زیر یک آواریم، اینجا ایران است، یک سرزمینه، هممون زیر یک آواریم و باید گفتگو بکنیم، باید وضعیت خودمون رو بهبود ببخشیم، علاج بکنیم، درمان بکنیم. اینجا آماده میشه دولت برای درمانگری و جامعه هم احساس مسئولیت بیشتری میکنه و مسئولانه مسائل دنبال میکنه. این آینده رو محتمل میبینید به سعید جان؟ به نظر من این آینده در حد اون جنگ احتمالش زیاد نیست، خیلی دشواره، ولی شاید میتونم بگم، اصلا بهتر نیست بگم،
چون من محاسبه دقیق نکردم، ولی به طور خیلی غیر رسمی و غیر تحقیقاتی، غیر اصلا محققانه، همینجوری شهود شخصی اینه که بیشترین احتمال آینده همون جنگه و بعد از اون شدت بد دولتیه و بعد از اون همون از بد دولتی به بی دولتیه و شاید کمترین احتمال این متاسفانه فکر میکنم. اما ممکن هم هست که همین احتمال کم اتفاق بیفته، چون آنسرتینتیه دیگه، نایقینیه و عدم قطعیته. ولی در هر صورت اینجا من به نظرم جنبش ترمیم، اگر این گزینه، البته جنبش ترمیم موکول به این گزینه نیست، همیشه باید دنبال کرد. من اساساً جنبش اجتماعی خشونت پرهیز، جنبش اجتماعی که نه تنها خشونت پرهیزه بلکه یک گذاری که اکنون رو بگذاره و فرار از حال بکنه. چون من الان احساس میکنم آقای تو شاید حضرت علی با من، چون هم جوانترید، هم فکرتون چالاکتره و هم درکتون دقیق‌تره. من درکم اینه که یک اشتباهات بزرگ سیاسی در جامعه داره اتفاق میفته و اساسا برای همین که از ابتدای بحث میبینید که سویه‌های تلخ ماجرا رو بیشتر توضیح میدم. خیلی اون بحث‌های عمومی روتین جامعه رو نمیخوام تکرار بکنم که اتفاقا برای خود من بسیار جذابیت داره، ولی میخوام اون پیچیدگی مسئله رو باز بکنم. من فکر میکنم که ما مقاومت معرفتی رو از دست دادیم و یک نوع استیصال معرفتی و میخوایم از اکنونمون فرار بکنیم و با گذار مثلا به دموکراسی به نوعی اکنون رو به تعلیق میاندازیم دیگه، میخوایم از اکنون رها بشیم. اما اینکه چی میگیم میرسیم به دموکراسی و کسانی هم خیلی خوب میتونن از این استفاده بکنن، همون قلمروهایی که اول داستان توضیح دادم. ولی این که من نقد درونمان اکنون بکنم، با اکنون کار بکنم، اکنون رو نقد بکنم، کلنجار برم و مدام با اکنون در واقع درگیر بشم، اینوال بشم و اون نقد درونمان در این سرزمین بدوم و بعد ببخشید نوآوری بکنم. ما نوآوری مدنی نداریم، ما با همون الگوها و کلیشه های همیشگیمون میخوایم آزادی پیدا بکنیم و اصلا امکان پذیر نیست در یک چنین دنیای پیچیده‌ای که بشود مثلا با موج اول دموکراسی الان دموکراسی پیدا کرد. گذشت، اون بخت تاریخی رو کسانی داشتن و نونش هم میخورن. ما این بخت رو نداشتیم. شاید ما هم بختایی داریم که آیندگان ما، این بچه‌های که من شرمسارم از این بچه‌هامون، واقعا از این نسل جدید که سر و کار داریم. ما با این دانشجویان اینا هر روز ارتباط دارن و به اضافه در حوزه‌های عمومی این انجیوها من خیلی بیشتر هستم. اینا میبینم این نسل‌ها واقعا رو نمیتونم بیان بکنم. اون دردی که من وقتی اینا رو نگاه میکنم شرم وجودم رو گرفته. حالا اگر اینا کشته بشن چی میشه؟ حالا ببینید شما دیگه چه فاجعه‌ای داره اتفاق میفته. همین که زندگی میکنن نمیتونن اون ابتدایی ترین مطلوبیت های خودشون رو داشته باشن. به هر حال اینا از اون بخت تاریخی که شاید ملت هایی در دورهای قبلی داشتن هم برخوردار نیستن، ولی شاید هم ابتکاراتی داشته باشن که بتونن برای خودشون امکانهای تازه‌ای بسازن. من همیشه میگم کشف هیت‌های امکانهایی رو بتونن با نبوغ خاص خودشون پیدا بکنن. ولی به هر حال برگردم به این مسئله که اینجا اون خواستم بگم اون تعلیق اکنون، نوآوری اجتماعی، این که ما در واقع نوآوری های مدنی، این که ما بتونیم برای نقد قدرت راه های مؤثرتری پیدا بکنیم. ولی شما این میرید دنبالش، جمعی رو دور خودتون جمع میکنید، پوشش میکنید، میافتید، بلند میشید، افتان و خیزان میرید. ولی من میگم چه فایده ای داره؟ اکنون رو رها کن. یک اوتوپیایی وجود داره آماده
و یک حرکتی بکن و یوتوپیا منتظر تو هست. یک مدینه فاضله اونجا براتون آماده هست و بعد میاد متحقق میشه و قهرمان هایی هم هستن که در این میدان جلو بیفتن و بیچاره ملتی که نیاز به قهرمان داره. دوباره داستان از نو سر گرفته میشه. به هر حال اینجا به نظر من میرسیم به اون در واقع آینده بسیار سخت و دشوار، ولی در این حال از توش یک افقهایی میشه پیدا کرد که یک نوع دولت ملت باقی میمونه، یک سرزمین دچار هزینه‌های بزرگی نمیشه و یک نوع حزم سیاسی، عقلانیت سیاسی، یک نوع واقع‌گرایی انتقادی کار میکنه. هوش، یک نوع کنش هوشمندانه، یک نوع هوش جمعی، هوش ملی کار میکنه و میتونه دوباره یه ترمیمی رو در این جامعه ایجاد بکنه. اگر عرضم رو اینجا نگه بدارم، دیگه خیلی صحبت کردم، اگر برگردم به اون فاجعه قبلی، فاجعه‌ای که از اونجا شما صحبت رو شروع کردید، اون زخم بزرگی که بر این پیکر این جامعه وارد شد و خونهایی که ریخته شد و داغی که بر نه تجربه معاصر ما، بر کل تاریخ ایران وارد شد و عرض کردم تاریخ بعد از دیماه 1404 یک تاریخ دیگری خواهد شد. شاید بتونیم با این گزینه چهارم، اگر نتوانیم خونها رو جبران بکنیم، ولی دادخواهی میکنیم. با گزینه چهارم دادخواهی میکنیم و در واقع در گزینه‌های دیگر ممکنه انتقام باشه، ترمیمی نیست، خون به خون شستن باشه، دارهای تازه برافراشتن باشه. ولی در گزینه چهارم ترمیم جامعه، حق دادخواهی این انسان ها و در این حال در کنارش حق بخشیدن، قدرت بخشیدن آزادانه، قدرت فراموش کردن. حتی ما معمولا میگیم که شما بیشتر از ما که میبخشن ولی فراموش نمیکنن، ولی دریدا و در اون سیاست دوستی The Politics of Friendship بحثی داره که حتی در انسان یک فضیلت اخلاقی فراموش کردن هم هست که من حتی فراموش میکنم ولی نه از سر ضعف، نه از سر اینکه اسیرم و نمیتونم و برای اینکه از این تروما رهایی پیدا بکنم، اون پدر و مادری که فرزند آزادی خودش رو و تعدادشون هم شمار بسیار برون از درک من داره رفته پیدا کرده و یا نکرده و مواجه شده در چند ساعت فاصله با پیکر بیجان فرزند خودش، دختر خودش و پسر خودش، ممکنه از سر استیصال فراموش بکنه. ولی این فراموشی فضیلت نیست، این فراموشی یک حقارتی است که تحمیل میشه به انسان ایرانی و داغ بزرگتر از اون کشتاریه که بر دل این پدر و مادر و یا فرزند و یا همسایه و یا همشهری و یا من که شاهد این داستان بودم، ممکنه عزت نفس مرا هرچه بیشتر نابود میکنه، سلف استیم منو، عزت این جامعه، امکان پذیریش هم محل تردید داره. بله اصلا چقدر ممکنه. بعد اینجا که اون شعاری که هم ماندلا به کار میبرد هم دیگران که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، یه چیزی وجود داره اینجا، یک شاعرانگی سیاسی وجود داره که تو گفتگو با رضایی رادم بهش پرداختیم که آقا میبخشیم، شما نمیتونید ببخشید، صاحب خون کس دیگری است، چجوری میبخشیم؟ یعنی این شاعرانگی سیاسی میاد
و سعی میکنه خودش رو دامیننت کنه تو روایت، حتی تو سناریوی چهارمی که شما میفرمایید. و من واقعا به سناریوی چهارم خیلی جدی فکر میکنم و نگران اینم که دچار آرزو اندیشی نشم. آیا این ممکنه؟ ما همواره تو این سالها به این سناریوی چهارم فکر میکردیم، اصلاح رادیکال از درون، نه در قالب اصلاح طلبایی که هستن که اینها کارشون اصلاح ساختاری. بله، اینا کارشون فروکاستن مطالبات مردم بوده همواره دست کم. حالا هر کدوم از ما یه جایی گذر کردیم و فهمیدیم که آقا این در واقع کارگزارانی که در قالب اصلاح طلبان دارن عمل میکنن به نوعی همدستان وضع موجودن. من میگم که ما این مفهوم اصلاح رادیکال، اصلاح ساختاری به تعبیر شما از درون، نیاز به همون عقلانیت سیاسی داره که ما سالها داریم براش تلاش میکنیم. شما سالها براش نوشتید، براش تحقیق کردید، پژوهش کردید. یعنی وقتی این عینی نمیشه، مرئی نمیشه، هیچ تجسدی پیدا نمیکنه، تو هیچ جا من ببینمش، یعنی جز این که به استیصال برسم واقعا چاره‌ای دارم. یعنی بعد از جنگ یک جلسه‌ای بود دوستان از طیف‌های مختلف، جنگ 12 روزه. تو شما این فرصت تاریخی به این بزرگی رو رها کردید و همچنان بر کباده قدرت کشیدن و بر نطق کشیدن و اینها ادامه دادید. من به چیه شما امیدوار باشم؟ گفتید همبستگی مردم، گفتید مردم همبسته بودن. مردم فقط نیامدن در خیابان، مردم رفتن شمال. امیدی نداشتن. اصلا اگر همبستگی هم بود ببخشید آقای دکتر، ما چرا استفاده مصرف کردیم؟ نه از همبستگی اجتماعی هم اگر بود ما اون رو مصرف کردیم، مصرف سیاسی کردیم. بله بله. مصرف برای قدرت مصادره کردیم. خب کاملا درسته. یعنی واقعا امیدوارم اگه تو اون سناریو چهارم در واقع با در نظر گرفتن همه عدم قطعیت ها و وضعیت نامتعینی که توش هستیم، امیدوارم وضعیت چهارم هنوز امکان وقوع داشته باشه، ولی یه خود نگرانم که دچار آرزو اندیشی شده باشه. نه کاملا. البته ما باید سطح سقف آرزوهامون رو بلند بکنیم. آرزو هم بخشی از زندگی است، اما عقلانیت، خرد سیاسی، خرد اجتماعی لازمه که آرزوها رو به اندازه و بر اساس اون تحلیل واقعی داستان و تفکر انتقادی باز پیش ببریم. اما یه نکته بگم که حضرت علی کمک بکنید. اساساً وقتی از آینده صحبت می‌کنیم، الگوی اندیشگی ما الگوی بدیل اندیشه، یعنی alternative thinking. تداوم اکنون نیست. تداوم اکنون یا نه، منظور تداوم اکنون نیست چون قصصه، نه، اساساً الگوی اندیشگی بدیل اندیشه‌ای، یعنی یک آینده وجود نداره. اساساً من همیشه به بچه‌ها، همیشه به دوستانم در کلاس میگم که شما اساساً حتی در کارهای علمیتون سناریویی فکر بکنید، یعنی چند گزینه‌ای، یعنی بدیل اندیش. همیشه یک صورت‌های بدیل وجود داره، صورت‌های رقیب وجود داره و ما باید برای بهترین گزینه‌ها برنامه‌ریزی بکنیم، برای بدترین گزینه‌ها آماده باشیم. جامعه امروز ما که البته سیاسی جون نه این سو و نه اون سو اصلا حاضر نیستن این پیچیدگی و غموض واقعیت رو با مخاطبان خودشون در میان بگذارن، چون نه براشون دست میزنن و نه صلوات میفرستن. اونهایی که میخوان به قدرت برسن معمولا مردمی میخوان که پوپولن. پوپول یعنی یک کلمه مجعولی است که هیچ درک مستقلی برای خودش نیست و در نتیجه براشون یه حقیقت‌های بسته‌بندی شده نهایی رو مطرح میکنن و به سادگی به اونها امید میدن، به سادگی در اونها خشم ایجاد میکنن، به سادگی در اونها شور ایجاد میکنن، خوشحالی ایجاد میکنن، شعف ایجاد میکنن، حس پیروزی میدن به اونها. ببینید خیلی مهمه، حس پیروزی میدن به اونها. ولی این پوپوله. ولی دموس، مردمی که من به عنوان دانش آموز دلبستگی دارم، اون دموسه، یعنی همون دموکراسی هم اینه. یعنی دموس فرقش با پوپول اینه که دموس شخصیت حقوقی داره، حق رأی داره، حق اعتراض داره،
حق اجتماع داره، حق تشکل داره، حق رسانه داره، حق نگفتن داره، حق مشارکت داره، حق دگراندیشی داره. انسان بودنش به رسمیت بله شناخته بله. میشه. ببین این و شخصیت حقوقی داره و این تفکر سناریویی رو ببخشید یه ذره حاشیه رفتم، یه لحظه یادم رفت. منظورم اینه که اگر من درباره 4 تا به عنوان نمونه آینده صحبت کردم و بعد یکی از این آینده ها آینده 4م بود که حضرت علی هم منم با شما همدلم فرمودید که اگر این آینده رو جدی بگیریم میشه از اونجا یک مرهم‌هایی برای زخم خودمون شاید بتونیم التیام زخم‌های بسیار کهنه دیرین چرکین خودمون ممکنه پیدا بکنیم. ولی بعد فرمودید که ممکنه آرزو اندیشانه باشه. اونجا بود که من گفتم اساساً تفکر بدیلاندیش اینا رو مفروض داره. یعنی تفکر بدیلاندیش alternative thinking این که من در این حال که گزینه 4م دارم گزینه اولم دارم، گزینه دومم دارم، یعنی ممکنه اتفاق نیفته یه گزینه‌های دیگر و ممکنه اون اتفاق بیفته ولی ما نتونیم مدیریتش بکنیم، ما نتونیم ازش استفاده بکنیم، دیگران اون رو مصادره بکنن. یعنی هیچ وقت در واقع مسئولیت انسان به پایان نمیرسه. همواره بار سنگین مسئولیت بشری و مسئولیت آگاهی و مسئولیت رنج آگاهی و رنج مسئولیت‌های اخلاقی همیشه بر دوش ماست و بر شانه‌های ماست. و البته خب نسل جدید ما دلشون در واقع حق دارن شادی بکنن. من واقعا اصلا این خودم صمیمانه بگم اینجا اعتراف بکنم شدم اینجا با یه تناقضی مواجه هستم که ایران یک معضل بزرگی است که حل اون دشواره و نیاز به تفکر پیچیده داره و راه و مقاومت و کنش و ابتکار و سرسختی. از سوی دیگه وقتی برمیگردن به نسل زد، نسل وای، نمیتونم بیان بکنم دردی رو که میکشم. خب اینا میخوان زندگی بکنن، این همه بار تاریخی رو ما میخوایم بسپاریم به اینا، این همه بار سنگین تاریخی رو میسپاریم به بچه هایی که میخوان زندگی بکنن. چند 10 سال طبق امید به زندگی 80 سال مثلا در ایران، در دنیا هم 80 سال امید به زندگی طبق مشاخصهای معمولی زندگی. این پسر دختری که میخواد 80 سال 70 سال زندگی بکنه بعد از من میرم، ایشون میخواد 70 سال در این سیاره بار زندگی رو به دوش بکشه. من چه تاریخی رو تحویل میدم به این نسل؟ واقعا چه وجدان نگونبختی داریم ما و چه درد بزرگی است و چه پرسش مهیبی است که این نسل‌ها درباره ما چه داوری خواهند کرد. این اقلیمی که به اونا تحویل میدیم، این مناسبات و این ساختارها و این جهان و این منطقه و این آب و این امکانات مدنی، امکانات ما دیشب آقای دکتر در یک انجیویی بودم من دیشب بعد از مغرب همون اونجا میرفتم تو مترو اون دختر رو دیدم که حالا نمیخوام اسمش رو ببرم، درباره دانش آموزانی که امکاناتی ندارن، خانوادهشون اینا نمیتونه امکانهای آموزشی با کیفیت فراهم آوردن سال هاست. اونجا ما داشتیم بررسی میکردیم که چه کمک هایی شده و اینا. بیشترین کمک ها از ایرانیان در کانادا، آمریکا و در خارج از کشور بوده و در مقیاس‌های بزرگی برای بچه‌های ایران. این امیدها وجود داره. ما اونجا شاهد بودیم که این دیاسپورای ایرانی که چند میلیون نفری که در خارج از این سرزمینن همچنان دلشون با این سرزمینه. این هم یکی از قابلیت‌های ماست. میتونیم به این قابلیت‌ها تکیه بکنیم. در اون گزینه 4 اتفاقا یکی از افق‌هایی که در اون گزینه 4 من دارم همین بلیط‌های دو طرفه این ایرانیان خواهد بود. یعنی
رفت و برگشت ها و ترددهای خلاق، ذخیره بزرگ هوش، تخصص، سرمایه که میتونه برگرده. اما آیا در گزینه سوم این فرصت خواهد بود؟ آیا در گزینه اول اساسا این فرصت ها نابود خواهد شد؟ اینجاست که در گزینه دوم همینطور. برای همین که شما با اون درک بسیار عمیقتون، من با درک ناچیزم، باز فکر میکنیم که تا حدی که میتونیم هزینه ها رو کنترل بکنیم، تا حدی که میتونیم نه قناعت بلکه اقتصاد مدنی داشته باشیم. ببخشید، اقتصاد مدنی یعنی حساب کاربری ملیمون در دستمون باشه که چی میگیریم از این جامعه و چی به این جامعه میدیم. از این جامعه ما چقدر جون میخوایم، از این جامعه ما چقدر کشته میخوایم. آیا حل مزید میگیم؟ یعنی آیا دیماه 1404 میخوایم در اسفند یا فروردین یا خرداد یا مرداد 1405 با یک ضریب دیگری ما چقدر حق داریم که هزینه بر بار دوش خسته این ملت تحمیل بکنیم؟ رژیم‌های حقیقت خودشون رو سرشار از حق میدونن. مسئله ما اینجاست. نه خواهش میکنم استفاده کردیم. حالا شما هم در مقام استادی بنده هستید، فروتنانه به تعبیری ذره پروری میکنید، شرمنده میشم. من یه به عنوان پرسش پایانی دکتر میخوام این رو طرح بکنم اگر موافق باشی، حالا تا هر جا که صلاح بود و امکان خستتون بکنیم، که شما خیلی دقیق فرمودید این بار تاریخی که میخوایم رو دوش این نسل آینده بذاریم، بار هستی کندرایی کمه، این رو هم میخوایم رو دوششون بندازیم و این میراثی که بخش عمده‌اش درد و رنجه، بخش عمده‌اش فقر و فقدانه. یعنی و این نگران میکنه ما رو از آینده ایران، نگران میکنه ما رو از آینده فرزندانمون. میخوام به عنوان پرسش پایانی، حالا تو هر ساحتی مد نظرتون بود بفرمایید، که البته در خلال بحث بهش پرداختید، اینجور نیست که منفصل باشه از بحثی که تا اینجا هم فرمودید، اون تا امکانهایی که ما امروز برای برساخت آینده‌ای که نزدیکترین آینده به وضعیت مطلوب هست و کمترین هزینه رو این آینده داره در اختیار داریم چیه؟ چه امکانهایی در اختیار داریم؟ یه موقعی ما فکر میکردیم به نهادهایی که عملاً بار تجدد رو کشیدن به دوش، به مطبوعات فکر میکردیم، به نهاد دانشگاه فکر میکردیم، یعنی به مفهوم رسانه فکر میکردیم. حقیقتش خودم امیدوار نیستم اصلاً دکتر به این نهادها. یعنی دانشگاهی که امروز ما سراغ میگیریم، حضرت عالی هستید، بنده هم میبینم، دانشگاهیه که دانشمندی توش معنایی نداره، تولید دانش توش معنایی نداره. کسانی میشن دانشمندان 1% و 2% ایران که واقعا باید افسوس خورد که حالا آیا فرزند تو فلان ژورنال JCR چاپ کرده، چیکار کرده. بعد این افراد رو وقتی نگاه بکنی، مقالاتشون رو ببینی، مکتوباتشون رو ببینی، نمیتونی بگی آقا یه پاراگراف بگو که به درد جامعت بخوره. نهاد دانشگاه بدل به یک بوروکراسی ناکارآمد شده. امکان زیست دانشجویی رو از دانشجوش میگیره، امکان اندیشیدن رو از دانشجوش میگیره، دانشجوش رو به مثابه یک دانشجوی مطیع، به مثابه یک سرباز در پادگان میخواد و هیچ امکانی رو برای خلق تازه، هیچ امکانی رو برای فضای تازه براش فراهم نمیکنه. وقتی ما از یک نهاد این گونه‌ای که بار تجدد داشت به دوش میکشید ناامید میشیم، نمیدونم شاید شما ناامید نباشید، شما امیدوارترید، از رسانه، از مطبوعات، از امکانهای صدا بخشیدن به ایده ها در جامعه ناامید میشیم، از
روشنفکران یه جای ناامید میشیم و از اهالی اندیشه. این دیروز با آقای دکتر مهندسی بحث در ارتباط با جامعه شناسی دین داشتیم و من این سوال رو در ارتباط با نهاد روحانیت و خود پدیدار آخوند پرسیدم که آقا این مداحی که اخیراً خیلی دیده شده، شما تو سوشال میدیا نیستید، یه گروهی هم تو یزد مداحی میخواند که از سنگ صدا آمد، از اهل صدا نه، ارجاعش به نهاد روحانیت، که یه موقع اینها هر اتفاقی توی جامعه میافتاد صداشون بلند میشد، خودشون رو مسئول میدیدن. الان اکابر و اعاظمی که هیچ صدایی ازشون در نیامده بابت این خونهایی که ریخته شده، جامعه، کوتاه میکنم سوالم، جامعه چه امکاناتی در اختیار داره؟ بله همینطوره. واقعا استیصال اجتماعی است. ما تنها این جنبش ترمیم که من فکر میکنم یه فرصتی بشه در محضرتون باشیم و این دار اکناف و اضلاعش رو باز بکنیم. اول این جنبش ترمیم با یک شرمساری ملی است. تا این شرم یک فضیلت شرم کردن، این شرم باید در دولت ایجاد بشه. در مردم امروز هست، شرمنده‌اند که زنده. بله ولی دولت بی شرمه. بله یعنی یه فضیلت شرم اولین فضیلتی است که در این جنبش ترمیم باید اتفاق بیفته. تا دولت شرمگین نشه، شرمگین ما بی‌شرف‌ها زنده ایم، تا این شرم ما رو نگیره به عنوان یک فضیلت اخلاقی، نمیتونیم آمادگی اخلاقی جنبش ترمیمی رو داشته باشیم. بعد به فکر یک ریستی باید باشیم. سیستم عرض کردم با حفظ دولت ملت، با حفظ نیشن استیت، سرزمین، به دلیل اون درکی که داشتم ابتدا توضیح دادم، اما تغییر در طبقه سیاسی و منتها یک نکته که اینجا وجود داره در جنبش ترمیمی اینه که عاملیت فقط با نیروهای مخالف نیست. این خیلی نکته مهمیه. ممکنه اساساً هم حضرت علی به عنوان یک محقق و متخصص به هم تمام مخاطبان احتمالی این عرایز من ممکنه نقد داشته باشن، ولی من فکر کنم این در این گزینه چهارم فرض بر اینه که ترمیمی است. فرض بر این نیست که یک اپوزیسیونی هست پوزیسیون رو میگذاره کنار و فرشته نجات میشه. ترمیم از خود پوزیسیون هم در رده‌های بوروکراسی، در رده‌های میانی به ویژه، در رده‌های کارشناسی، مدیریتی استمداد میشه و مشارکت خواسته میشه و اونا شریک میشن در ترمیم سیستم، همون به دلیل حساب کاربری ملی که عرض کردم. و سیاست دوستی. حالا شما دانشگاه فرمودید، چون شاید دیگه فرصت کمه، در دانشگاه هم همینطوره. دانشگاه قلمرو مستعمره دولته، زایده بوروکراسیه. البته بوروکراسی هم نیست، بلکه زایده یک فوق بوروکراسیه، زایده یک نظام هیئتی، یک نظام مداحی، یک نظام قدرت دیگری که شما اشاره فرمودید. ولی در همین دانشگاه نمی شود دیگری کرد دانشگاه. ببینید اساس داستان 57 ما از دیگری شدن یکسری دولت شد. ایدئولوژی ها ساخته شد، چه بومیگرا، چه ملی، چه اسلامی و چه بازگشت به خویشتن و چه سنتگرا، همه اینها جمع شدن با هم یک آبشخوری فراهم کردن به یک درک عامیانه‌ای که دولت عادر شده بود بذار کنار و خوشبختی بر فراز تپه بعدی است و شروع شد که دیدیم. الان هم همین اتفاق میتونه بیفته اگر
اون فکر ترمیم، عقلانیت، واقع‌گرایی انتقادی، هوشمندی، هوش کنش مدنی و از همه مهمتر سیاست دوستی که مبتنی بر یک فضیلته، یک فضیلت مدنی. آزادی‌خواهی یک فضیلته، ببخشید یک فضیلت مدنی است که بدونیم که چطور آزاده باشیم، چطور برای حقوق انسان‌ها کار بکنیم، رنج‌ها رو کاهش بدیم. آقای دکتر شما میخواید کاهش مهنت بکنید ولی من میخوام شعار بدم. ببینید این خیلی مهمه. من میخوام فقط یه جابجایی بشه. هیچ احساس مسئولیتی نسبت به این که چه خواهد شد ندارم. ولی شما میگید که رنج‌ها چطور تغییر پیدا میکنه، چطور پایداری برای جامعه به وجود میاد، چطور ارزش‌های افزوده ایجاد میشه. اینجاست که من به نظرم در واقع اون هومونیا، چی بگیم، همنوایی، همدلی، گفتگو، پیدا کردن راه حل مشکلاتمون، مرهمی برای دردهامون، البته گفتم با اون شرمساری اولیه پایه معرفتی و اخلاقی این مسئله میشه. اما درباره دانشگاه هم، در دانشگاه هم همینطوره. در دانشگاه ما میتونیم در رده‌های استادان، نهادهای دانشگاهی، احساس این که اینجا یک قلمرو مستعمره شده رو هم به نوعی ممکنه در رده‌هایی ببینیم. شما خودتون دیگه زندگی میکنید، بهتر میبینید که کسانی هستن که تا حدی آمادگی دارن که به جای تولید مقاله‌های تکراری به فکر رنج‌های اجتماعی باشن، از طریق تخصص خودشون، ارتباطاتی که با جامعه داشته باشن، از سوی دیگه آزادی آکادمیک رو متوجه هستن، استقلال نهادی رو متوجه هستن، ارتباط با دانشجو میخوان داشته باشن، شیوه تدریسشون میخوان عوض بکنن و کلاس درس رو تبدیل بکنن به بررسی زخم‌های اجتماعی در حوزه خودشون. مثلا حضرت علی در حوزه رسانه میاد با دانشجویانتون، فرض کنید، یا مسئله افکار عامه، فرمودید افکار عمومی، میاد بررسی میفرمایید. خب اینا یه چیزایی است که در همین دانشگاه، این همون نکته است که شما فرمودید و من همیشه هم در حد یک دانش آموز تکرار میکنم که کشف حیطه‌های امکان و کوشش و تقلای معرفتی برای پیدا کردن راه‌های نرفته. من درباره این راه‌های نرفته، اینکه مدل‌های تازه‌ای از کسب و کار ایجاد بکنیم، من میگم مدل‌های تازه‌ای از کسب و کار، منظورم این نیست که اینجا مثلا بازاری فکر بکنم فقط، ولی واقعا برای این جامعه مدل‌های تازه‌ای کسب و کار لازمه که بچه‌ها بتونن تولید مولد باشن برای این جامعه و راه‌های تازه‌ای، مدل‌های تازه‌ای برای نوآوری اجتماعی، مدل‌های تازه‌ای برای تقلیل رنج‌ها و مدل‌های تازه مدنی، مدل‌های تازه حفظ آزادی‌ها، تثبیت آزادی‌ها، حفظ حقوق بشر. چه کار بکنیم که حقوق بشر، شفافیت، چه کار بکنیم که در همه سطوح نهادهای اجتماعی شفافیت ایجاد بشه، مردم حق اطلاع داشته باشن، عدالت در واقع معرفتی اتفاق بیفته، همه اطلاعات لازم از همه چیز، عدالت رویه‌ای اتفاق بیفته. اینها حاشیه زدایی. چه کار بکنیم که از دانشگاه، شما اینا رو کاملا بهتر میدونید دیگه، من چند ده سال تجربه کردم که حاشیه زدایی از کلاس، آقای کلاس حاشیه داره. شما با همین ترم که شروع میکنید، من هم 9 اسفند شروع میکنیم دیگه، حالا به امید حق اگر گزینه‌ها معلوم نیست که آینده چیه. ما در اون داستان کرونا یک کلاس شروع کرده بودیم در همین سراج زرابخان علامه، کرونا شد و در به در شدیم دیگه، پیدایی نکردیم. 2 نفر از دانشجویانی که یک جلسه با اونا بودیم به دلیل نداشتن امکانات خط تلفنی و دیجیتالی و نمیدونم کامپیوتر، باور کنید ترک تحصیل کردن. آقای دکتر 2 تا دانشجوی علوم اجتماعی علامه طباطبایی. این حاشیه‌ها وجود داره. فهم این حاشیه‌ها و توان افزایی این دانشجویان، ایجاد یک جرگه ها، ایجاد یک حلقه ها، ارتباطات با جهان، دانشجومون رو با دانشمندان حوزه خودمون حتی از طریق ایمیل ارتباط دادن که رساله‌شون رو مشورت بگیرن و بقیه چیزها. و بعد نقد مدیریت. ببینید نقد شیوه‌های آموزشی دانشکده رو رها بکنیم، بریم سراغ یه چیزای دیگه.
اتفاقا باید در پیرامون خودمون نقد رو شروع بکنیم. نقد از دانشکدهمون، از گروهمون، از شفافیتش، از مشارکتش، از حق دانشجویان برای داشتن یک آموزش با کیفیت، از اینجا شروع میکنیم و بقیه چیزها که میره جلو. و من برای اینکه به وقت شما و بقیه مخاطبان احتمالی بیشتر گرفته نشه، دارم یه فکرایی دارم که چطور میشود، البته همه بیشتر از من دارم، منم در حد خودم فکر کردم که واقعا میشود برای گزینه چهارم راه های نرفته رو پیش بریم. و آخرین جمله دیگه من احساس میکنم دیگه واقعا خسته کننده میشه، بگذارم بحث بمونه، فقط یه جمله بگم که آقای شاید یکی از چیزها اینه که حلقه های کوچک مدنی، حلقه های کوچک انسانی، حلقه های کوچک کیفیت، حلقه های کوچک اثربخشی، حلقه های کوچکی برای کاهش رنج ها، افق گشایی های تازه در این سرزمین. من فکر میکنم آقای دو شما نمیدونم، من احساس میکنم از همکارانم، دوستانم در دانشگاه و در مقیاس شهر به کوچک بی‌اعتنا هستیم. به کار توران میرهادی میگفت که غم بزرگ رو به کار بزرگ تبدیل کنیم. من به این ایده ایشون خیلی دلبستگی دارم، ولی گاهی میگم که شاید اگر بود الان میپرسیدیم میگفت و با کارهای کوچک ولی اصیل و جدی. من فکر میکنم ایران، تقلیل مهارت‌های ایران از کارهای کوچیک هم شروع میتونه بشه، از کارهای کوچیکی شروع، البته در اون گزینه‌ای که عرض کردم، کارهای کوچیکی که هر کسی در سطح کارشناسی نظام اداری هست، در سطح مثل شما معلمی دانشگاه هست، در سطح مدنی هست، در سطح انجیویی هست، در سطح حرفه‌ای هست، صنفی هست، محلی هست، همسایگان، دوستان، حلقه‌های دوستی، میتونیم آزادی رو تحلیل بکنیم به چیزهای کوچکی. گفته میشه که دیویل از این دی دیتیل، شیطان در جزئیات. من همیشه فکر میکنم حقیقت هم در جزئیات، آزادی هم در جزئیات، خدا هم در جزئیات، توسعه هم در جزئیات، دموکراسی هم در جزئیات. دموکراسی ببخشید یک سبک زندگی است، در خانواده، در حلقه‌های دوستی، در نوبت کلام، گفتگو. من نمیذارم شما گفتگو بکنید، مطمئنا نمیتونم من یک فرد دموکرات باشم وقتی نمیذارم شما گفتگو، شما صحبت بکنید. و وقتی گوش میدم، وقتی چرخش کلام رو میپذیرم، من بیشتر میتونم آمادگی داشته باشم برای یک حیات دموکراتیک و اون وقت بهتر میتونم توانایی داشته باشم تا در زندگی چند قدمی در راه دموکراسی شدن این جامعه بردارم. به هر حال من به نظرم در جامعه ایران این قابلیت ها وجود داره، این اما اون نقد جدی هم که شما برای بنده عرایز بنده نقد که زیاده، یه نقدم که کردید این بود که این آرزو اندیشی و این امید واهی، من آقای تو و بعد گفتید نومیدی، ابتدای عرایزم فرمودید این نومیدی، من به نظرم آقای تو امید در نومیدی است. اساساً امید تصمیمی است که نومیدان میگیرن. تا کسی نومید نشه نمیتونه امیدوار بشه. امید تصمیمی است که در اسرت نومیدی یک تصمیم اگزیستانسه. امید یک پیشبینی نیست که من و حضرت عالی به عنوان یک استاد عزیز بشینیم اینجا بگیم ببین 1 2 3 4 بس امیدواریم. نه، ما باید اینجا دلهوره داشته باشیم. در اصوله ما هست در نومیدی بسی امید است. اول درد نومیدی و مواجهه با تلخی سویه های چرکین ماجرا داشته باشیم و بعد از خود امید بتراویم، شجاعت بودن، جرأت فهم فاجعه و گلاویز شدن و پیجویی ناکامی هامون، پیجویی حل دردهامون و التیام زخم هامون. ببخشید. بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما. مطمئن می‌کنم نتونستم بحث رو تمام بکنم. خیلی عالی بود.
از شما بینندگان و شنوندگان عزیز هم سپاسگزاری میکنم که این گفتگو رو شنیدید یا دیدید و شنیدید و من امروز این بخت رو داشتم که در کنار مقصود فراستخواه، استاد جامعه شناسی، مؤلف، نویسنده و پژوهشگر مهم علوم اجتماعی ایران نشستم و با ایشون در ارتباط با آن چیزی که در این روزها تجربه کردیم و آن چیزی که در آینده تجربه خواهیم کرد گفتگو کردم. آقای دکتر خیلی از شما متشکرم. ممنونیم که تشریف آوردید و حضورتون رو قدر می‌دونیم. متشکرم. خسته نباشید. بچه‌ها خسته نباشید.